می‌خواهند با کارهای هنریشان اوضاع کنونی بانوان در کشور را به تصویر بکشند. در این رقابت که بیش از 50 هنرمند جوان شرکت کردند، اوضاع زندگی زنان را به گونه مختلف، یعنی یکی در قفس، در زندان و یا شماری هم در تنگنای زندگی رسانی کردند. آیشی 12 سالک یکی از اشتراک کنندگان این برنامه است، میگوید اعتراضش را بر محدودیت در برابر زنان از طریق نقاشی بیان می کند. این نقاشی یکی از زنهای افغان است که توی در داخل ذهن خود قید است و دنیای اطرافش برش جای نمیتن، یعنی در جامعه هیچ جای نداره. قلب است و وضع کبوتر یعنی صلح نشان میده. ما کار کردیم به شکل مفهومی. اینان پس از آن که اجازه رفتن به مکتب را نیافتند، به هنر نقاشی رو آوردند. یک جامعه تنها راه پیشرفت از طریق آموزش و تحصیل می باشه و مکتب نیز بهترین راه برای ما است و یکی نسل جوان فعلا در خانه هست، یکی از بزرگترین مشکلات یک جامعه به شمار میره. شرایط برای خانم‌ها خیلی دشوار است وضعیت. همگی ما میبینیم در رسانه ها میبینیم، چون وضعیت که فعلا آمده برای خانم‌ها این حالت دشوار ساخته. هدف از برگزاری این کارزار انگیزه‌دهی برای زنان برای ادامه فعالیت‌هایشان در جامعه گفته شده است. برای اینکه ما بتوانیم بر زنان یک انگیزه ایجاد بکنیم و یک پل ارتباطی برای زنانی که میخواهند پیشرفت داشته باشند، بنابراین ما امروز یک مسابقه نقاشی را برای انداختیم که حدود 50 تن اشتراک کننده داشتیم. به خاطر جوانان و به خاطر رشد جوانان و کودکان برنامه مسئولیت خاص خود دارد. در سالهای گذشته با روش‌ها و کارزارهای مختلف تلاش شده است تا از خشونت‌ها در برابر زنان کاسته شود.